سلام، بهتون قول داده بودم دستگاه دیگه رو بهتون معرفی کنم. این دستگاه اسمش تصفیه کننده هوای درخت مصنوعی که اکسیژن هم تولید میکنه. از اونجایی که آلودگی هوای معضل جهانی مخصوصا در ایران، تهران و کلان شهرهای ما و شهرهای بزرگ جهان، کشورهای صنعتی نفتخیز با این مشکل آلودگی هوا دست به گریبانند و به این دلیل من این دستگاه را اختراع کردم. این دستگاه با دریافت هوای آلوده و تصفیه کردن اون و با عمل فتوسنتز مصنوعی دی اکسید کربن رو تبدیل به اکسیژن میکنه، درصد قابل توجهی از اون رو تبدیل به اکسیژن میکنه و دوباره به هوا برمیگردونه. با استفاده از این دستگاه میتونید که هوای کاملا صاف و آسمان آبی و هوایی پر از اکسیژن داشته باشید. اجازه بدید طرز کار این دستگاه رو بهتون نشون بدم. من برای نشون دادن طرز کار این دستگاه یک آزمایش رو ترتیب دادم به این صورت که اگر شما شمعی داشته باشید این شمع رو روشن کنید و یک لیوان بر روی این شمع بگذارید، این شمع بعد از مدتی خاموش میشه. دلیلش هم اینه که اون شعله شمع اکسیژن موجود در لیوان رو مصرف میکنه و تمام اکسیژن داخل لیوان تبدیل میشه به دی اکسید کربن. حالا دوباره همین آزمایش رو با درخت مصنوعی تکرار میکنیم. شمع رو روشن میکنیم و لیوان رو بر روی شمع قرار میدیم. شما مشاهده میکنید که شمع همچنان روشن باقی مونه، به این دلیل که دودکش درخت مصنوعی هوای آلوده و دی اکسید کربن موجود در داخل لیوان رو مکش میکنه، وارد سیستم تصفیه و فتوسنتز میشه و دوباره به داخل لیوان اکسیژن و بخش قابل توجه اون تبدیل به اکسیژن میشه و دوباره به داخل لیوان برمیگرده. طرز کار ساده ولی ساختار پیچیده‌ای داره و مطمئن باشین با سرمایه‌گذاری کردن روی این طرح‌ها سود قابل توجهی خواهید کرد، چون همین الان در حالی که ساخته نشده با دیدن همین ویدیوها خریدارانی دارن که دست به نقد وایسادن تا بخرن. و مطمئن باشید با سرمایه‌گذاری کردن روی این طرح‌ها ضرر نمی‌کنید، چند برابر چیزی که میذارید سود.